کارن یون معتقد بود افرادی که واقعا ما رو تحت تاثیر قرار میدن تصادفی نمیان. اونها بخشی از یک الگوی بزرگتر هستند، بازتابی از ناخودآگاه ما و گاهی اوقات برای دگرگونی عمیق. در این ویدیو امروز بررسی خواهیم کرد که وقتی انرژی دو تا روح در یک راستا قرار میگیرن واقعا چه اتفاقی میفته. چرا این ارتباطات هرگز تصادفی نیستن و چطور عمیق‌ترین حقایق رو در مورد اینکه چه کسی هستیم آشکار میکنن. این ارتباطات عمیق میتونه احساسات معنوی کارمایی و حتی ماورایی داشته باشن، اما اونها همچنین در ساختارهای روانشناختی که تجربه انسانی رو تعریف میکنن پایه‌گذاری شدن. به عنوان مثال تحقیقات در روانشناسی فراشخصی نشون داده که حالتهای هوشیاری به هم پیوسته که در اون افراد احساس اتحاد روانی یا عاطفی رو گزارش میکنن اغلب در لحظات شدید رابطه رخ میده، چه از طریق ترمای مشترک یا یک لحظه آسیب پذیری و یا همدلی غیرقابل توضیح. مثل دروازه‌ای به چیزی بزرگتره. بعضی از روایات در روانشناسی اون رو تشخیص روح مینامن. این روانیه که به زوناس جواب میده. این لحظات فقط حس متفاوتی رو القا نمی‌کنن. اون نواحی مختلف مغز رو فعال میکنن. به ویژه اونهایی که با شهود، همدلی، حافظه عاطفی مرتبط هستن. به همین دلیل که چنین اثر ماندگاری رو از خودشون به جای میذارن. کارن یون بر این باور بود که وقتی دو نفر در سطح ناخودآگاه در یک راستا قرار میگیرن ملاقات اونها اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. گویی توسط چیزی فراتر از اراده شخصی سازماندهی شده. این یک استعاره شاعرانه نیست، بلکه ریشه در نظریه همزمانی یونگ داره. مفهوم که او در سال 1952 معرفی کرد. همزمان به تصادفات معنیداری اشاره میکنه که بدون رابطه علت و معلول اتفاق میفته، اما به نظر عمیقاً از طریق معنا در روابط مرتبط هستند. این برخوردهای شانسی اغلب در جهان به تغییرات روانشناختی درونی جواب میدهد. همسوی انرژی در روان آغاز میشه. یونگ ناخودآگاه رو نه به عنوان هرج و مرج، بلکه به عنوان قلمرو ساختار یافته که توسط کهن‌الگوها، تقدیر جهانی و الگوهای به ارث رسیده از ناخودآگاه جمعی پر شده توصیف کرد. وقتی با کسی ملاقات میکنیم کهن الگوهاش با ما هم فرکانسه. احساس قدرتمندی از آشنایی تجربه میکنیم. این انرژی ما رو با نیروی مغناطیسی به سمت اونها میکشونه، نه به این دلیل که میخوایم، بلکه به این دلیل چیزی درون ما میدونه که باید انجامش بدیم. سیستم عصبی ما نشانه‌های غیرکلامی ظریف، لحن، حالت و طرز نگاه کردن رو میگیره و از نظر احساسی با کسانی که با وضعیت درونی ما مطابقت دارن هماهنگ میشن. بنابراین وقتی دو روح از نظر انرژی در یک راستا قرار میگیرن، بدن قبل از اینکه ذهن بدونه از اون آگاهه. اما همسویی پر انرژی همیشه سعادتمند نیست. چیزی که یک تکان، یک پارگی و آسیب‌های قدیمی یا رویاهای فراموش شده طولانی رو به وجود میاره. این ارتباطات دقیقاً به این دلیل که معتبر هستن میتونن عمیقاً ناراحت کننده باشن. اونها نقاب‌هایی را که به دنیا نشون میدیم دور میزنن و مستقیما با اونهایی که واقعاً هستیم
یا قرار تبدیل بشیم صحبت میکنن. ما اغلب شدت رو با ماندگاری یکی میدونیم. اگر ارتباطی قدرتمند به نظر میرسه فرض میکنیم که باید برای همیشه ادامه داشته باشه. اما در اندیشه یونگ عمق با سرنوشت یکسان نیست. خیلی از روابط به عنوان کاتالیزور عمل میکنن. همراه نقش اونها آغازگر تغییر، نه حفظ آسایش. بعضی از مردم میان تا اون چرا که یونگ فرایند فردیت نامید، یعنی سفر مادام العمر تبدیل شدن به خود واقعی ما رو فعال کنن. این به معنای رهایی از توهمات نفس، مواجهه با سایه و ادغام بخش‌هایی که قبلا انکار کرده بودیم. این افراد ممکنه به عنوان عاشق، دوست و یا حتی دشمن ظاهر بشن، اما حضور اونها شعله دگرگونیه. وقتی که نقش اونها انجام شد، چسبیدن به اونها از ترس یا دلتنگی میتونه رشد ما رو متوقف کنه. مطالعات روانشناختی این ایده را تایید میکنن. یونگ به ما یادآوری میکنه که هر رابطه یک آینه است. اگر ما تکامل پیدا کنیم اما طرف مقابل در برابر رشد مقاومت کنه، ناهماهنگی ظاهر میشه. ارتباط شروع به احساس اجباری بودن، احساس سنگینی و حتی احساس دردناک بودن میکنه. این یک شکست نیست، باخورده به این معنی که تطابق ارتعاش تغییر کرده. وقتی این اتفاق میفته، رها کردن یک ضرر نیست، بلکه عمل صادقانه است. تو به عشق خیانت نمی کنی، به چرخش احترام میذاری. یکی از قوی ترین بینش های یونگ اینه که رویدادهای بیرونی منعکس کننده حالات درونی هستند. قبل از اینکه بتونیم عشق عمیق و پایدار جذب کنیم، باید همون عمق رو در خودمون پرورش بدیم. اگر ناخودآگاه شما مملو از ترس‌های حل نشده شرم یا بی‌لیاقتی باشه، شریک‌هایی رو جذب خواهید کرد که منعکس کننده این زخم‌ها باشن. نه به این دلیل که نفرین شده اید، بلکه به این دلیل که روان در تلاش به شما نشون بده که هنوز چیزی باید درمان بشه. اینجاست که کار سایه شروع میشه. روند روبرو شدن با بخش‌هایی که از خود رد کردید، انکار کردید و یا دفنش کردید. یونگ این سایه رو کسی که ترجیح میدید نباشید نامید، اما ادغام اون برای تمامیت واقعی ضروریه. وقتی از تاریکی خودتون فرار نکنید، دیگه نیازی ندارید که برای شما حل کنن. روابط شما دیگه میدان جنگ نیست، تبدیل به پناهگاه میشه. تحقیقات روانشناسی مثبت‌گرا از ایده یونگ به شدت حمایت میکنه. مطالعات نشون میده افرادی با سطوح بالاتری از وضوح خود پنداره، یعنی کسانی که احساس پایدار رو و واضحی از اینکه چه کسی هستن دارن، تمایل به ایجاد رابطه عاشقانه سالمتر و مطمئنتر دارن. اون کمتر به اعتبار سنجی خارجی وابسته هستن. به عبارت دیگه، وضوح باعث ایجاد ارتباط عمیق میشه. عشقی که ناشی از کمبود مطالبات، عشقی که از تمامیت میاد. وقتی تبدیل به فردی میشید که با تغییرات انرژی شما در آرامشه، دیگه تعقیب نمی کنید بلکه جذب میشید. التماس نمی کنید بلکه همسو میشید. وقتی که دو فرد که کاملا به هم میرسن، پیوندشون بر اساس نیازشون نیست، بلکه بر اساس تعالی متقابل شکل میگیره. این فانتزی نیست، بلوغ عاطفیه. به همین دلیل که خیلی از افراد زمانی که دیگه به دنبال اون نیستن، فرد مناسب رو ملاقات میکنن. نه به این دلیل که تسلیم شدن، بلکه به این دلیل که به درون خودشون برگشتن و این لحظه‌ای که انرژی شما با اون چی که واقعاً آرزوی اون زندگی رو دارید جواب میده.
همون طوری که یونگ میگه تا زمانی که ناخودآگاه رو آگاه نکنید، ناخودآگاه زندگی شما رو هدایت میکنه و شما اون رو سرنوشت مینامید. حالا میخوام از شما بشنوم آیا تا به حال احساسی کردید که ارتباطی اونقدر قدرتمند که نمیتونست تصادفی باشه؟ آیا معتقدید که روابط آینه ای از حالت درونی و الگوهای ناخودآگاه شما هستند؟ در قسمت نظرات به ما اطلاع بدید. تجربه شما ممکنه به دیگران کمک کنه تا تجربیات خودشون رو درک کنن و اگر این پیام برای شما تعیین انداز بود، اون رو با کسی که ممکنه امروز نیاز به شنیدنش داشته باشه به اشتراک بذارید. ممنونم از نگاه قشنگتون که تماشا کردید و به یاد بیارید که وقتی انرژی دو روح در یک راستا قرار میگیرن، هیچ نیرویی نمیتونه اونها رو از هم جدا کنه. اما این همسویی همیشه از درون شروع میشه. اگر این ویدیو برای شما مفید بود حتما لایک کنید. اگه تا حالا عضو کانال نشدید لطفا سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید.